شش خدا برسه به دادتون، خدا برسه به دادتون، کاری بیارم سرتون، اسمتون بره از یادتون. یه گانی آوردم جاد، ناله کنید، ناله کنید ای امید، ناله کنی سوراخو پیدا میکنی ای امید. چه شعری بود؟ استقلال پرسپولیسی بود، طرفدار این استقلالی بودم الان یا پرسپولیسی؟ یکی بگه خودم نمیدونم، واقعا نمیدونم. پلیرها چه این پلیرها کجا رفته اینا؟ پس این چه جوریه؟ این چه زندگی کثیفی من دارم بازی میکنم؟ ها رفتم اونور. یزید بیا اینجا ببینم، بیا اینجا ببینم. بس دورتر بردار چون لگ میشم. حیف نیست دادی اون دادی چون بعد میگم دادی حسام دیگه دورگه نمیشه، قشنگ نمیشه. دادی بابا داد. سلام دختری؟ من دخترم، بیا با هم بازی کنیم. بیا چرا نمیری بالا؟ این تا من اینجا به طرف کجایی؟ میگن مستی گناهه به شلاق ندا. یو 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 دا دیگه تو مرده بودی، کاورشات هم میگیری یزید تو. دمپایی میقوله یا نه؟ اینو بگو. ستونم سلام دختری زد اسی زد اسی کمربندم نبسی. ای گان میخی، لجندری میخی، لجندری میخی نمیخی. خدا پلیر قهار میپیچه به پلیرهای انمی و اونها رو سوسپیچ میکنه. بهترین پلیر دنیا و خاورمیانه و اقیانوسیه. چه کار که نمیکنه، اون میره از این ور که دورشون بزنه که اونهایی که کسانی که او را دور زدن را پیش دهد. میرم اینجورو ببینم مشکلتون چیه؟ مشکل دارید؟ ما اینجا داریم زحمت میکشیم. بیا اینجا دارم زحمت میکشم، بیا اینجا 10 نفری منو میزنید. ماس خورده، بیا اینجا ببینم ماس تو بدم بهت بخوری که دیگه از این کار نکنی. حالا لوت تو بده. او پا مرغی میره دادی باشه. این غلط کردم دیگه غلط نکردم. بازم غلط کردم. دیگه گفتم وقتی میگم غلط کردم بگو دیگه باشه برو دیگه به کار دیگه نمیخوام از این کسی فازیا در بیارم برات دیگه. چرا داری تو میای هنوز؟ تو داری هنوز میای یه دنس اینجوری دادی امید روانی. واقعیه نه کیکه داداش؟ کیکه. دوئل امید 6 با واقعیه و کیکه باشه. امید واقعیه یا کیکه رو تو بازی میلودید. حتی داشت میلم میکرد حق رو بخوام بگم. اسنایپر روانی بدهید این طرف دیگه. این نه دیگه این دیگه به درد نمیخوره. نمیدونم واقعی بود یا کیک بود. نمیدونم. اسنایپر رو بده واقعی یا کیک بره رو سقف. این کی صدا پشت داره میشنم؟ شیش واقعی یا کیک داداش؟ الان دیگه این دیگه چیته بود، این دیگه چیت بود. قبول داری اینو؟ این دیگه از واقعی و کیک گذشته بود. دوئل اسنایپری امید با واقعی کیکی، یکی میزنه تو چشش یکی میزنه تو پاش، یکی میخوره تو چشت نه یکی میخوره تو گلوت میفتی به سکسکه. امید خیلی مضحکه. من هنکم درسته، هنکم داره مشرق و مغرب رو میگیره. ای نوب سگ. بذار این هنکم رو کی ساخته؟ گیر کردم تو پنجره. واقعا بات باشه. اوی بذار اینجا من برم ببینم این کی بود داشت اینجا در میزد. چی شد بس؟ آها خط گرفته اونجوری. من دود گان خودمه. واقعی یا کیکه امروز به بستنی داره تبدیل میشه. داداشم داری 5 باره میشه. چه کاریه دیگه؟ واقعا داره از حالت عادی خودش خارج میشه، داری به کیک تبدیل میشه. حتی اگه واقعی هم بودی دیگه به کیک تبدیلت کردم ستونم. این دیگه از حالت کیکی خودش خارجه. این دیگه واقعیه، واقعی تر از هر مستند. داشته من میزدن یه از ترسیدم واقعا. زدن پارم کردن. سلام دختری یه اسنایپ بخور، یه زیگزاگ هم بخور. که من اون زیگزاگو بهت میزنم یعنی دیگه واقعیه، کیک نیست. یعنی دیگه برو، یعنی دیگه داشت من اسنایپ رو زدم بهت فست خورد، یعنی دیگه برو دیگه به زندگی دیگه. ناله کن
ناله کن. تو چجوری اینو داشتی هست؟ همین من چیزا رو باید داشته باشم اینجوری میشه. فست نه فستی تو این بازی لعنتی نیست. این که دارم اینجوری بره. ایناش دیگه تاشقاله چی رو گانه من بزنشون میگم. وای 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 وای. بابا این لامسته رو بزن ول کن گانو دیگه. این باگای اکتیویژن دلغک پدریان. بیا برو دیگه بزن من برم. با چی میگم با اسنایپر غیب کرده داره راه میره یزید. برو دیگه یزید. دمپایی بخوره وسط شرکتت با دمپایی. کی داره حرف میزنه بامگانمه؟ یه لحظه فکر کردم رو چیزم واقعی نیست که بابا اونو دیگه باید میخوردی میمردی. هد بود دیگه. چرا فشارم میدی؟ واقعی نیست دیگه. کیکه آنریل شده دیگه اذیت. نه دیگه داشت اینا میزنن که شما بری. چرا اینجوری میکنی با خود؟ یه لحظه حس کردم چیزه کیم چقدر کمه سر اینا فشاری میشم. مثلا اینو بنظرم سر اینجوری میشه. این اصلا تیم نداریم سر این. کیلو دوزیده در رفت. داشت واقعی بود یا کیک بود؟ این نظرم کیک بود. بچه ها نظر شما چیه؟ کیک تو بذار رو شونه هام گریت بگیره. کیک منو کی گفته؟ اوستای بنا. آی اون شاتگان کی بود؟ بذار این نگاه به دور و بر بندازیم. پلیر بها کم کرده این بود. یه اتچمنت اومده. بذارم اتچمنت واقعی یا برم کیکش میخوام کیک کنم. آموزش کیک پزی و واقعی سازی با امید. بیا برو بالا دیگه. اینا کیه اینجا؟ من رفتم. خدا واقعی بود. فکر کنم شاتگان پلیر واقعی بود اونجا. کی اونجا داره چیز میکنه؟ وای رو سش اینا کیه؟ اینا چه اینجوری هم؟ یکیشون بابا چرا اینجوری میشه؟ ایمم 2 تا هد داره کیک میشه دیگه. این چیته دیگه واقعی نیست. بابا هدو بخور. 3 تا هد. این دیگه چیت واقعی نیست کیکه. 4 تا هد. تو هم هد بشو. 8 تا هد. بابا واقعیه یا کیکه؟ واقعی یا کیک چی زده بچه ها؟ واقعی یا کیک چیتریان. این حد اکی رو بود. من فقط میخوام هد بزنم. برام بادی برام مهم نیست. فقط کله. به خدا کسی الان بزندم خشتک خود را میدرانم. ناکو اینو خدا من چی گناه کردم؟ میخوام من اینجا بیاری پایین. چرا من چیکار کردم؟ من نمیتونی که اونجا بیاری پایین که ازی. باید بیای بالا. اوی کی میخواد اونجا ایدراپر بزنه؟ هولی تاکسیک. هم خودشو زد. من واقعا کیک میشید. نه کنید کیک میشید. بابا کی داره بخورید دیگه یزیدا. کیلر دزدید. آره بابا اینا چرا اینجوریه؟ واقعا دیگه داره یکی زیر پا میترسم بیاد بزنه بهش. خوشم این اسنایپر اتچمنت ندارم. من اتچمنت داشتم همه میخوردم اینجا. حیفاشه. این رفت لوتو زد و رفت پیچید و بازی. نه این میخواد وان شات هم کنه. بله کیک شدی داداشم. میخواستی وان شات به قولی ماره کیکت میکنم. مگه این الکیه؟ مگه کلک فکر نکن کلکه. آی واقعا روانی دارم بازی میکنم. چه امروز قرصامو نخوردم بچه ها. اومدم بازی. هنکم درسته؟ بله هنکم درسته داداشم. فشار هنکمو نخور. خودت کنترل کن. حیف که این اتچمنت درست دادی یا نه. اتچمنت خراب باشه با دمپایی بهت میزنم. بابا بد نیست. بابا اتچمنت جدید بذارین دیگه. اتچمنت مال دقیانوسی بزنم. کی اینجا لند کرد؟ چون همه اینا دارن غیب میشن. بابا چرا نمیخوری؟ چه جوریه شما بازیتون؟ و غلط کردم. خیلی اشتباهی حرکتم. این حرکت اشتباه تر از اشتباه. اینجا میتونم برم. رایفلم ندارم. جامو اینجام اوپنه. ای اینا همه سوپر شارژ دارم. چند تا 2 تا سوپر شارژ دارم. کجا آوردم اینا رو؟ چیز دارم بدم بذار.
رفتن تو خونه همشون فکر کنم رفتن چسبیدن من بازی. اینجا میتونن اینو بگیرم یه هد نشون بدی حالا اوکی نشون. خیلی بازی قشنگی میتونست باشه نذاشتن. کجایی دارید هم دیگه رو اینجوری پخش و پلا میکنید مثل گوجه؟ ای گوجه اشی مشی. این یکیشونه. آره انیمیه دارن تفاهم میزنم. شش دی درست انیمی بود. هولی فا. برو بالا. توفم افتاد تو صفه خدا. ای کجام؟ اینجا کجاست دیگه؟ مغرب و مشرقی شدم. کمپه باش نکنم این کارا نکن. کیکونان که هم کیکونان متاس همه دارن میکشن ها. کلاس چیه؟ خوبه. 5 تا کجا دارن همو میزنن؟ آها اینا دارن هم دیگه درگیرن. سریع برن سراغشون. سریع کیل دزدیده شد. چجوری نمردی؟ دیدی چیز؟ شش! تقدیم به شما سیستوخیان مامایانو ایتالیانو. این اسنایپره. دوئل با واقعی یا کیکه اینجوری گذشت.